جدایی دین چه دولت پرچیه مروچگی بانگب همه بابته. مرا داری چاروکان هر کجا که هسته سلام علیکم گوش ماهوره همایون مبارکی. مروچگی مهمان می واجه ناصر بریدی. واجه ناصر بریدی باز منتوارن که شما یک رندگه وتی گران قیمتی وحدات ما را منتوار واجه. باستی مهربانی من چه روش تیویا تشکر کنم همه با سلام عرض کنم گوشداری کان گندو کان روش تیویا. واجه ناصر بریدی هنچوک شما وقت شرطر زانه بلوچستان یک سرزمینی که بوده هم هندو هسته هم ذکری هسته هم شیعه هسته هم سنی هسته بگوشک بیته 1% هولد که مسیح هم هسته بوده. گرا چطورکا مردم تونی ادروس راضی بداریته. مثلا شن که دنیای تو که وادی که نوکی نظام جور بوده گند این نوکی نظامان چاپیسر نظامای سابق که یک سری قانون با جور بیتند قانونای شی بیتند که درستی مردم واسه یک ببنده. بعدی قانون یک بیتند یک باید این طرح حساب کتابی سرای چیزا قانون جور بکنه. بلوچستان یک ملکی بوده چه پیسرا که مختلفین مردم رنگا مختلفینان فرهنگا مختلفینان زبان بلوچی مختلفین زبانان چه براوی بوده بلوچی بوده یک لهجه عربی هبر که لهجه فارسی هبر که بلوچستان مردم هستن جدگالی هبر کنند یا دیگه زبان هبر کنند پتانی هبر کنند این درست کنه بلوچستان تو که زندگی بوده مذهبی لازم بلوچستان تو که شیعه بوده سنی و تاگت هم همه دابنتون و ذکری هستن هم شما گوش دیگه دین هم بلوچستان تو که هستند شنت که یه تمامیان واسطه یک داوی باید هر جامعه تو که یک سری یک ناسازگاری هستید شما باید مدیریت بکنه فشن مدیریت کنه که مرچین دنیای تو که یک نوکن نام نیک نوک نه که به صلاحی سابق ما بگوشیم نمی 10 سال 5 سال بلکه یه چون صدای تو که شی مطرح کنه بوده میشه که گوشن جامعه تو که باید سکولاریسم بیایند یعنی شی بیتند که دین بعدی که جامعه تو که هستند خوب شد روزانه که دین هر کس هستند بر هر کسی دین یک دینیه یه سبب باید دولت دینانی تو که بی‌طرف بیتن برایشی حکومت اوشن حکومت سکولار و بلوچستان یک جامعه است که بوده هم باید یک نه تنها سکولاریسم تا دولت بیتن بلکه تمردمان رفتارا هم بیتن پس که ادانید که سکولاریسم معنی پیدا کنه مثلا تا ایران یک حکومت تئوکراتیکه بوده حکومت دینی بوده حکومت یک دینی سرین گوشی که دین اسلام مذهب شیعه بل روزانه که دین اسلام سر نه بلکه مذهب شیعه سرین شیعه مذهب سر هم پدا همه شیعه مذهب که خمینی یارته خمینی مثلا ولایت فقیه شیعه پیسرا نبوده شین وکن چیزی خمینی و منتظری عد کد و هندگان مثلا خامنه‌ای ولایت فقیه ایشی یک حکومت دینی یک حکومت مذهبی پدا مذهب شیعه و شیعه یک بحری و درستی شیعه هم بوده حق نیستن یعنی یه دامی حکومت ماشو گندگن که چه چیزی عدی کته په مردم ایران وجه شما دیگه ما شما ایران نامگه بعد همشی ادامه بده دیگه چه ملکایی هستند که حکومتش اسلامیه مثلا حکومتان اسلامی که هندوگان هستند په نام سره پاکستان گوشی جمهوری اسلامی پاکستان افغانستان جمهوری اسلامی افغانستان ایران هم جمهوری اسلامی ایرانند این سه کشورند دیگه مشخصانید که خب بازنده کشوری هستن وقتی قانون اساسی تو که اسلام شارته بل اسلام آنی دیده شید که اسلام سره وقتی قانونا وقتی زندگی مثلا جور کنند نه یک مثلا قانون اساسی وقتی کشور بکشن کشور اسلام فرقش باز هست این ملکانی که هنوز ما نام پاکستان ایران و افغانستان به نام اسلامن بله قانونش تارکان پاکستان و افغانستان گشتر خوب سنی آنگو شیعه هرچی شما وقت اشاره کو ایشیش تارکا مردم باید فرقانش بگندیته به چه شکل پاکستان یک کشوری که نوشته جمهوری اسلامی پاکستان بله مثلا بر اساس یک مذهبی و حکومت کرد نکوته که مثلا پاکستان کشور سنی اصلی مذهبی نیوده اسلام اصلی دینی نیوده ای فرق های دین نی بله ایران پد اکادمی دیماتر رفته مذهبی یارتگی شیعه مذهب تو که پد دیگه اکادمی رفته شیعه اثناعشری یعنی 12 امامی پد یارته ایده پدا کم که پاکستان و افغانستان و ایران تو که یک فرقی هستند پاکستان شین که مثلا پاکستان رئیس جمهور تو تک شیعه بیتی پاکستان باز رئیس جمهور تا شیعه بوده باز نخست وزیر شیعه بوده پاکستان تو شین که بری هم رئیس جمهور شیعه هم نخست وزیر شیعه هم رئیس ارتش شیعه ولی حکومت اکثریت سنی اند ولی ایران چه بود نکند ایران شاه زمانه یک وزیر سنی بوده حکومت کنوگان و تفریح جمهوری اسلامی ایران هیچ وزیر سنی نبوده ایده پده کم باز فرق هستند ولی اصل موضوع که هستند توشند که مثلا ایران یک کشور تئوکراتیک یعنی کاملا بر اساس مذهبه پاکستان یا افغانستان یک کشور
تئوکراتیک، یعنی یک کشور مذهبی قانون اساسیش بر اساس مذهب نیست. نامش جمهوری اسلامی پاکستان، جمهوری اسلامی افغانستان، بله قانون اساسی اینچو دیمانه رفتگن که قانونش مثلا اسلامی بودن کامل، بلکه قانون سیکولارش هستند. بله خب اسلام یک بحری چانی فرهنگ چانی یا به اصطلاح بنیاد و پایان قانون جور کنه که هماده با که مثلا وقتی پاکستان هماده مثلا دنیا مروچی که یک سری قانون زورته، بله اسلام هم یک چا بحران، یک چا پایانی که قانون اوتی زورنده. ترکیه هم یک کشور مسلمانیه. خب برای مردم چاره زمان قدیم عثمانیه بوده و چه چیزی باعث بود که ترکیه چون رب دیما یه دیگه ملک هنچمنته؟ مثلا ترکیه و ایران وریگا شروع کرد و یه هر دوینا وادی شروع کرد، دوینا لوتید مثلا یک حکومتانی جور بکنه، آتاتورک و کمال مصطفی کرند معروف بود با آتاتورک و رضا پهلوی کرند معروف رضا شاه. ادام یه پرکات باید بگنده. بله. پس که رضا شاه و شاه اعلام کو، آتاتورک و شاه اعلام نکرد. یعنی یک چیزیه که ترکیه یک مزن امپراتوریت، چون ما شما مزنی بحری چه اروپا بحری چه ترکیه تا زمانگا و تا مرچگین فلسطین و اسرائیل که برگزیدن تا مثلا سوریه و یه ملک یه علاقه درستگین تا آرچی ترکیه عثمانی یک بحریتن و ترکیه چما بودی گدار هم چه ایران لحاظ سیاسی اجتماعی فرهنگی دیماتری ملکیت وتی هم و پدا یک فرقی کشی که ایران هم وادی حکومت قاجار ابن رفت رضا پهلوی حکومت که تا عثمانیه وادی که عثمانیه به اصطلاح امپراتوری و سرزمین دست دادن چه اروپا بی تا خاورمیانه بیتن یک مرچی ترکیه که ماند و دا آتاتورک حکومت آید. یه دوینا هر دوینا کوشش کرد که به اصطلاح یک سکولاریسم آمرانه، یعنی بر اساس دستور و فرمان رئیس جور بکنند که رضا شاه مثلا گوشتی که جنینا روسیانا سریع سرامه کنند دیگه چه بانده بدار، یا تا ترکا مثلا گوشتی که ته مدرسه ها یا جان دولتی مردم سریع سرامه کنند دیگه جاگا پدا مردمی مثلا این نگوش سریع سرام بکنند. یہ بدا یک سری به تاریخی لحاظ پدا هر وقت یاری مردم ویتیا برا کنند مردم رو چیزا هم داده تاریخی کامل گوشت نکنند. ولی برای هر دو جامعه همیشه رفتن دیدن که ترکیه چون ترکیه چه تو زمان جامعه سکولاری تو جور بکنه که جامعه تو که دموکراسی بیته، اگه دموکراسی یا جامعه تو کما بیته تو سکولاریسم کاری پدا تو وقت مذهب مشکل بیته. پس سکولاریسم دفشند که مختلفین گروهان مذهبی مدیریت شهر بکن جامعه تو کا کاین تو کا سازگاری به جای ناسازگاری. وقتی که تو مثلا یک حکومتی بر اساس آمرانه بی دستور سرابیتن آ پادیگ مذهب مشکل جور کنده، پادیگ مردم مشکل جور کنده. آچه مردم مذهبی مثلا ترکیه بازی مردمی خوب باش نبودن که مثلا تبوشه که چطور که گود گرا بکنند ای پدا مشکل جور کنده با مردم مثلا چیزی که آتاتورک یا رضا پهلوی تا ایران کد این مشکل جور کنده. ایشی که دستور سرتون وقت جامعه تو که یاگایی بیاره بیته این جامعه تو وقت یاگایی بوده اینه چون نبوده مثلا خب یک پدیدانی بوده مثلا زمان صفویه یا مثلا عثمانیان حکومت آیه شیعه کشته آیه سنی کشته یا تماشا بلوچستان بری بوده مردم تو که جنگ بوده ایران ولی همیشه دائمی نبودن. یک اشتر بر اساس زمان مسئله اقتصادی بودن یا مسائل منطقه‌ای بودن جنگ ایران پیسر مذهبی یا قدرت واسطه بودن. برای که دولت منظمی مرچیگن جور بیتن اگه آی بلوتیتن چه مذهب حکومت بکن پتروندی چه بلوتی سکولاریسم تروندی جور بکن چون مثلا رضا پهلوی آتاتورک جور کرد جامعه تو که مشکل حل کنه. ولی ترکیه یک چون آتاتورک و تا شاه اعلام نکرد به هر حال یک جمهوریتی بود، یعنی مردم عوض بودن، یعنی چون نبود که رضا شاه میریته چون که محمد رضا شاه بعد حکومت بیت که جوانی که نظام جامعه تو چی بوده چی نبوده تا وقتی جا در بگیجیتن به هر حال 20 سال تیم لاگیته. ولی مثلا آتاتورک جانشین مثلا کسانی بانتند که وقتش دیمایت کردن سیاسی از مدیریتی دیمایت کردن و بعد دموکراسی به هر حال یک انتخاباتی بیتیم پای واسطه پای رئیس جمهور واسطه. بعد چه رئیس جمهور سرتر نیست مثلا یا چه نخست وزیر سرتر نه قدرت رئیس جمهور دست یا نخست وزیرگا به هر حال چای سرتر نه تا ایران هر دائم همیده بود اگر نخست وزیر بود چای سرتر شاه بود اگر هنوز رئیس جمهوری هست چای سرتر ولایت فقیه این ادانی تو نزان قدرت کی دسته پارلمان دسته حکومت پارلمانی که نخست وزیر دسته یا پرزیدنت دستن. چون مثلا تو زانه که ترکیه حکومت پارلمانی نخست وزیر دستن حکومت، پاکستان مثلا پیسر حکومت مثلا
پرزیدنت مثلا بری اگه رئیس جمهور چی بگوشه ارتشی بوده بود که پرزیدنت و قدرت بود دست بود بعدی پارلمانی مردم حکومت نواز شریف دست نخست وزیری پرزیدنت یک چیز سمبولیکه مثلا هندوستان هم دابا که نخست وزیری هستن سوئد مثلا نخست وزیری هستن پادشاه ده بل پادشاه نخست وزیر په مدیریت بالاتر نه تا ایران هم مثلا خبر اولیگا آقای خامنه ای که تو نزانه مثلا که چی نه ترکیه این چیز نبوده ترکیه مثلا چما اولا قدرت پارلمان دست بوده به هر پارلمان یک بخشی بوده ارتش بری کودتا کرده بل پد ارتش کنار رفته پد دموکراسی که و یه حسابا پد هنگام شو گندگی که ترکیه همو ده هم یک حزب اسلامی قدرت یاد همین حزب اسلامی باعث بود که ترکیه پد هنگام یعنی نه اینکه مثلا سکولاریسم ترکیه زیر سوال برد بلکه گوشتی خب برای سکولاریسم شهر بلکه همه بی که جنینا متونه سریک سرا بکنن مثلا بود هنگام رئیس نخست وزیر و رئیس جمهور دوینانی جنان سریک سری مثلا حجابش هسته دیمش داره البته جونیک پاک دیما و دیگه بگرانته بل به هر حال یک چیزی که مثلا تو ترکیه نیست یعنی شین که بود آمرانه سکولاریسم میاد کانو جامعه ترکیه با توجه به که مذهبیان درون جامعه مبارزه کرد و هنوگان حکومت هم یاد کردن و هنوگان دین دولت چطور ترکیه هم جداین بله دین سیاست جدا نه باشه که یک حزب سیاسی هستی میشه که اسلام منی مثلا ایدئولوژی از لحاظ فکری یعنی مثلا انگار حزب سوسیالیست هستن حزب کمونیست هستن تو سوئد و مثلا آیام و حزب اسلامی هستن دیگه حزب سوسیالیست هستن حزبان ناسیونالیستی هستن ولی هر کی وقتی کارا کنگن یعنی ایشی یک فرق اساسی که ترکیه یاد کرد ترکیه خب بخش مختلف ترکیه دیگه ما رفته یکیش نبوده مثلا اقتصادی هستید که یعنی جای بحثی نه مثلا فساد هستن چطور ترکیه مثلا کو چطور ترکیه وقتی در پاچ کردن که توریست برامانته مثلا فکر بکن ترکیه چین چه توریست رفته چین چه توریست ایران رفته بخش مختلف که ترکیه دیگه ما رفت ایران دیگه ما نرفت که همین اتفاقا سیاسی سبب با ایران ماشی پشت کرده گروه واجه بلوچ مردم اگه بچارن ترکیه و ایران و افغانستان و پاکستان چطور که تونه وقتی کام برنده ما بچار بلوچ هنو چه مشما گنده که عربی مرکان چی مدنی چنجی حتی دنیا تو که مدنی چنجی بگه این چنج خب برحال آنگو هم یایگه مشمه نیمگا چطور که بکن مردم ایشید که بلوچ قوم مثلا چینچو مثلا به یک مسئله پدا هم نه دیگه یک بخشی هم هستند ما را جامعه تو که برای جامعه و نداری تا روچی که بلوچستان مردم وقتی حاکمیت بیتن هنو هم بلوچستان جامعه تو که بازی مشکلانی هستن یه بحثان تا بلوچستان مطرح کمتر تا بلوچستان پاکستان بیشتر تا بلوچستان ایران مطرح برچی ایران و بلوچستان یک حکومت اسلامی هستند پدا حکومت اسلامی تا ایران وعده کرد که حکومت اسلامی گشتر کوشش هم که نیروان مذهبی دیما بیاریتن و ستم مذهبی هم یارتگی که شیعه صاحب مردم اگه شیعه نه تا سر یک سری ستم بیتن پدا بلوچ یک قوم میدگرین پدا مسئله مذهبی هم هستن تی ایشی سرا 3-4 دابین ظلم بوگاین و ود هم گندگی مثلا وعده که دیگه اینستیتوت نیستن حزب سیاسی نه لگن نهادان فرهنگی جامعه مدنی نه لگن تنها جامعه مدنی ته بلوچستان به سلام چیز قدیمی رسمی ترادیشنال بوده که منطقه با نفوذی مردم ببنتن سردار ببنتن یا خان ببنتن یا که دیگه مردی کود منطقه تو که یک شکلی مردم احترامی هلنتن یا هنوگا مثلا مولویان یه نقش مثلا گشتر گرفته تا جامعه تو که هستن تا یه بخشانه تشنت که بلوچستان تو که باید هر کسی یک بالانسی جور کنه بیتن یعنی باید نیروان اجتماعی بلوچ که هستن تو ده یک بالانسی جور بکنند که همه دوا که قدیما مثلا یک تاز میدان یک زمان بلوچستان سردار و خان بودن همین چون میتن که بلوچستان تمامی تصمیم گیری در دست یک بخش یک قشر جامعه بانتی که مثلا مولویان علمای بلوچ بانتی فدام باید فرق بین مثلا روحانیون مثلا شیعه و شنتش روحانیون و مشت بلوچه مثلا گشتگنتش علما یا مولوی دیگه مثلا آیان خوب بلوچستان تو که مثلا مولوی پیسران بودن بلوچستان مزنی فرهنگ دیما بروکم بودن چون مولوی عبدالله مولا فاضل دیگه مزنی نام بلوچی شاعری بچه آهن بهرال بلوچن بلوچستان مثلا دیما برانتی بل بلوچستان چون بیتی که قشر دیما بیت چه سرداری بیت شهر چه تاثیر کرده باشه تا یک حزب بیت شهر تا یک مثلا قشر از اجتماعی بیتن این بلوچستان تو که یک بالانس جور کنه بیتن ایش یک بالانس تو جور کنه یه بالانس زمانی بلوچستان تو که جور کنه بیتن که جامعه دموکراسی بیتن گروه واجه سکولاریسم چی اهمیتی هست برای بلوچستان اگه ماشو برگردیم وقتی منطقه تو که یه بلوچستان واسه اهمیتی هست تنوع تو گندگی بلوچستان جامعه تو که باز باره خبر بیته نقش مولویان تا بلوچستان چین برچی که بوده بلوچستان قانون بر اساس قانون ایرانن بل خب پدا زندگی اجتماعی مردم رو نوشتید مسائل درونی تا بلوچستان جامعه هستند بلوچ محلوکات تا هم اول از زمان شاه زمانه بوده یا هنوگا هم بوده
به اصطلاح ایران قانون داد و رسمیت چرا نزانته یه احساس راحتیش نکوته که برام ایران دادگاه اوت مسائل حل بکنه. اولا که ایران دادگاه فارسی خبر بیته که بلوچ گشتر وقتی زبان راحت روات هر مردمی بیته تو فارسی بزنه و دیگه مسئله قانونی بیته مسئله رابطه اجتماعی فرهنگی است تو لوته وقتی زبان خبری بکنه. یه چیزا تو مثلا نتونه بر دادگاه ایران که کودا مثلا کسی که نشته تا لوت خبر بکن. اولا که ترا تغییر آمیز شاریک تو بلوچیه تیگودا تغییر آمیز شاریتین تی خبر تغییر آمیز شاریتین گوتا وتی زبان تیگه خبر نکن او تو بعد آی زبان خبر بکنه تر وکیل مدافعی بوده نیستین تر بوده حزمی نیستین تر بوده جوسی نیستین پمی خاطر مردم تا دادگاهان ایران نروان تی بازی مردمی مگر اینکه یکی اجبار روتین اگه همراه دولت ها پدر رند مردم پدر وتی مسائل درونی حل کنه پدر وتی ما با نفوذی مردم استفاده کنن یا مارشال مولویان استفاده کنن که برام انت وتی میانجیگری بکنن تن وتی کارا مثلا شهر بکنن اشنت که بلوچستان تو که یه چیز چه پیسر هم بودن تندوگا هم هست یعنی قانون که بلوچستی فرهنگ سر بودن چه پیسرگی اینا که بر اساس جامعه فرهنگا که بر اساس طایفه‌ان سرداران حاکمان هرچی بودن یا خانان یا ملوک طایفی هرچی بلوچستان جامعه بوده و این مسئله مذهبی هستن و اشنت که جامعه سکولار زمانی اهمیتی بیتن که مردم وادی گپی جات شد که مثلا بلوچستان تو که مدارس دولتی هم هستن گرچه مثلا مدارس دولتی هم بر اساس تقریبا حاکمیت حکومت فارسی ایران بودن چه زبانش فارسی و همیدا با بر اساس به اصطلاح مذهب شیعه چه حکومت شیعانی داشتن ولی به هر حال مدارس زمان شاه کرده بودن رضا شاه زمانه مدارس سکولارن و مدارس دینی هستن جامعه تو که اینی که مثلا یکی سکولاره یعنی یک مدرسه دولتی روتین دلیلش اینه که غیر مذهبیه اما بته مدرسه سکولاری رواگند شی یک مدرسه دینی رواگند مثلا تا پاکستان شد تو که فرق هیلا آنیک مثلا مدارس دینی هم کشانتش مدرسه آنیک مثلا مدارس دولتی هم کشانتش اسکول چون تو که مثلا این فرق هستین بعد ایدا جامعه تو که بلوچستان و مثلا شیند که بلوچ جامعه سکولاریسم و یک بخشش دموکراسی یک بخشش رابطه اجتماعی هم هستین تو چطوره که مثلا مردمی که از فکری متفرق کردن تو شیعه عادی سنیه تو چطوره که شیعه و سنی تو رابطه اجتماعی رابطه کنه این سعی کنه آیه بد مچاره اگر چتی مثلا فکری تی لازم مثلا فکر کنه آیه مذهبی لازم تی هم فکر نه تو باید آیه شر بچاره اما دا که اگر تو سنی شیعه شر بچاره شیعه سنی شر بچاری اگر یکی هم لاتین نظر مثلا اعتقاد دینی به هیچ مذهبی آیه هم تو باید نباید بد بچاره تو روابط شخصی ها باید آیا مثلا شیسر گونش رابطه و زندگی بکنه و یه تمامگی نباید کنه پیسر گشت مثلا به جامعه بلوچستان که بعد یک مثلا از دموکراسی میبینند چیزان مثل سکولاریسم چیزانی که دیگه هستن چون جان نکپنده مثلا شاید یک حکومت سکولاری ممکنه بازی نجات ولی خب اگر چه بودی مثلا نوشته بر اساس شیعه یا مثلا صدام حسین و مدعیت که حکومت سکولاری ولی پدا دیتی بود سنی حکومتی یاد کتاید شیعان مثلا تعویضی کتن کردا مثلا هم سنیتن بله چون که کردتن عرب نیتن یعنی دولت هر چی ترویج تعویض بکنه جامعه زمانی که دموکراسی میبینن تا زمانی که مردم حق رای میبینن این پدا نبیتن مثلا دموکراسی هم زمانی شرط دموکراسی مطلبش اینه که اکثریت تصمیم بگیرید قانون کامل جامعه سر حکومت ها بداتن ولی برای تا جامعه تو که مثلا شنیک وعده که مثلا وعده سکولاریسم خبر کنه گیشید که یه دوینا یک دیگر مثلا رابطه جور بکنن بلوچا مثلا چی بیتند که وعده که تو نه مثلا دموکراسی بیتند تا وعده تو سکولاریسم جور بکنه و وعده که بدون دموکراسی پدا تو بیا مثلا بدون سکولاریسم بلوچ جامعه دموکراتیک کرده بکنه گوشه چون اکثریت رای داتا پس همه چیز بیته چون خمینی کرد خمینی یک مردمان جز کو اکثریت رای اسلامی بعدش اسلامی چه کو تا اسلامی تجربه شیعه که شیعه بیتن شیعه خود اصلا شری بیتن کنه گنده ایران کجا رفته یعنی دموکراسی مجرد یعنی حکومت اکثریت بر اقلیت نه بلکه انت به اصطلاح آیه دا باید بیتید که قانون برابر بیتین یعنی بلوچ باید یه فکر بکنه که جامعه بلوچستان باندا یا مروچی تو اخلاق رفتار که مروچی یکدیگر را نه پادا کنه باندا باید قانون نات کنه قانون اساسی تا قانون حزبی فرق کنه مثلا تا بلوچستان ممکنه یک حزبی هست حزب اسلامی ممکنه یک حزبی هست حزب چپی یک حزبی هست مثل حزب مردم بلوچستان مثلا یک حزب میان روی که به اصطلاح حزبی که طرفدار فدرالیسم دموکراسی اجرای دین دولت آزادی عقاید بچه که سکولاریسم زمانی معنی پیدا کرده که آزادی عقاید بیتین آزادی دین بیتین تفتیش عقاید مبیتین یعنی همشین مثلا ایران مردم دوست کن تو شیعه سنیه ایشی مثلا تفتیش عقاید نشین نبید جامعه سکولاری بیته چون جامعه مثلا تئوکراتیک ولی که مثلا بلوچستان تو که باند قانون البته قانون تو که با درستی انسان برابر بنده
فرق نکنه شیعه، سنی، آی هیچ مذهبی اعتقادی نیستن، آ زیگری، آ یهودی، آ بهایی یا دیگه مذهبی مردمی. قانون اساسی با طوری بیتین که جامعه تو که اگر 90% سنی هستند 10% شیعه هستند، باید شیعان سنیان تا قانون اساسی تو برابر احساس بکنند. قانون حزبیت تو نه که یک حزب بیاد بکنه اسلامی بگوشه که منی بر اساس سنیه یا بر اساس شیعه، ولی قانون اساسی تئوری تو که ایساک باشه بل عملش طور که مردم بکنه. چرا کشوران سوئد هم ده هستند ماشوا گندگند که بازی نی چه دیگه ملکان کایان هم ده دیگه مذهب مردم هن. هر کسی تو وقتی نوکی مسجد آرد بکند وقتی آینی که هندوان وقتی جاگ آرد کنند آنی که تو بگوشه سیکند مسیحیان یا دیگه مسیحی دوات مردم گشتر مسیحیان ولی دیگه گروه مسیحیان مثلا ارتدوکس مسیحیان که چه خاورمیانه یا کایانت مرشیگن چه کشوران عراق سوریه شام وقتی جاگ آرد کنند اذا مثلا کلیسا کمتر بیت چه پیسرا بل گندگی نوکی مردم پر کلیسا آرد کنند مسلمانات که شیعه سنی شام وقتی مسجد آرد کنند هم در استکهلم ماش گندگی مثلا یک کیش مزنی سنیان مسجد مرکز شهر استکهلم جور کنند بودن. بله تهران و 2 میلیون سنی هستیم و تا کشور اسلامی بشیده نیلیتن که یک سنی مسجد یاد کنگ بیتیم ودا. آیا مثلا کشتی ستم مذهبی تعویض مذهبی پس جامعه سکولاری نه. اگه جامعه سکولاری بودن تیشی ایرادی نگرفته ودا وادی که مثلا 100,000 اگه سنی هم ودا بودن اشتگاه وقتی مسجد آرد بکنند. بعد سنیان تو که هم حنبلی هستن، شافعی هستن، حنفی هستن، دیگه فرقه هستن. آیا هم اشتگاه وقتی مسجد آرد کنند چون که ده هستن. جامعه مختلفی هستند که بوده سکولاریسم یاد که ولی سکولاریسم مثلا یه جامعه تو که یه دفعه نبوده که چه سرا یکی تصمیم بگیرید چون مثلا خاورمیانه صدام بوده یا مثلا تا ایران رضا شاه پهلوی یا مثلا تا ترکیه یا کمال مصطفی آتاتورک بیتن که مثلا پزور یکی سری بداته ایده بر اساس که جامعه تو که ای پیسرترا و انچورانترا باشوا گپی جنین کلیسا و پادشاهانی نیام و پدا مردمانی که حقش لورتا یه مسائل بوده اند سکولاریسم و دموکراسی ولی برحال یه جامعه تو که جهل چه مردم هم مسئله سکولاریسم یعنی آزادی بیان آزادی اندیشه هستند یعنی مردمانی تو که هم شیعت که شیعه هم شیعه حکومت هم پیش داره مثلا مشمه جامعه تو که بعد حکومت هم بیته مردم تو که بازی مشکلشون حساب نیست ولی حکومتان کوشش کنن خدا لحظه دیگه مذهبیان کوشش کنن که مردم بگوشند که شما باید چه بودی مذهب دفاع بکنید دیگه مذهبی میلتان یه کورا مشکل جور کردی با جامعه واسه مردمانی گو مردمان چه گلاتن که ما شو گندگی مثلا پاکستان ها مردم تو که جنگ بیته تا عراق گندگی شیعه و سنی تو که مثلا جنگ بیته ولی تو مثلا این مسئله ها چه اصل موضوع در بکنه یه داوی بیاره که هر کسی باید وقتی علاقه چه سنیان در بکنه شیعان در بکنه یا بگوشید که یه کاری که شیعه کنگن یه بدعتی نباید بلگی یا شیعه بگوشه تکفیری نباید بلگی این نزانو شیعه اسلام چه در نباید بلگی دیگه سنی چون اهل بیت مردم نه دیگه اصلی اسلامی نه ما تو گنده شما مثلا بچه که لحظی بحثان آلمانی بحثند مردم ها باید ایمان سرارماتی مسجد نماز کنن بله چه عیسی پا دینوات موسی پا دینوات یکی بروتی مسجد شیعه نماز کنن شهر بروت نماز بکن یکی روتی مسجد سنی برو نماز بکن یک سری چیز هستن خارج مذهبن اشا مثلا یا احترام بلنته چی مثلا نشند که قانون مداری بون رهبندی هستند مثلا کار پر رهبند با قانون اساسی آن چیزی برابرند رو انسان برابر وقت نه که یکی آن سر تعویض بکنن اشانند که مثلا مردمش با جداش بگیندیتن سکولاریسم بعد تو که جامعه تو که سکولاریسم یاد که بوده مثلا آزادی بیان هستین آزادی اندیشه هستین آزادی وجدان هستین یعنی تو گنده تا سوئد تا دولت نمیشید مذهب چیه تو بعد کار تو آزاده سوئد مثلا وزیر هستند یا وکیل هستند یا دیگه مردم هستند همدا مثلا پیسرتر یک جنین است آفریقاییت مسلمانیت وزیرت سوئد من نزانم مثلا مذهبی واقعا شیعه و سنی تا چوتی خبر نکته ولی روز آنها مثلا از مذهبی شدید مثلا اسلام بگنده مثلا چه مشکلی ته جامعه نیست یه وقتی یک مثلا شیخ مثلا جامعه سکولار مثلا تا سوئد تو اروپایی درستی ملکان که دموکراسی هستن پس سکولار هم هستن مثلا بازی نه تا جامعه تو که مثلا سوئیس یک جامعه فدرالی هم هستن بود قانون اساسی هم نوشته چه بود دی پیسر زمان جنگ مذهبی بودن
پروتستانان و کاتولیکان تو کا بودن ولی در قانون اساسی نوشته که مثلا هم مذهب کاتولیک هم پروتستان هر دو به عنوان مذهب کشورن ولی دلیل نه این که مثلا دولت ایشان یک چیز دونه حمایت کنه یا دیگه مذهبی جعل چگل بلکه بر اساس شد که پر جامعه پر سکولاره مثلا تهمود هم دیگه مثلا مسجد در بیتن تا هر جا روی غذا اسلامی هستن اتفاقا این غذا اسلامی تسویس اگه تا روی بری یک مرد رو تو به خاطر مسائل سازمان ملل و بشر مطلب کم بلوچستان مثلا بوده گندی که مثلا این چه رستوران که نوشته حلال غذا با کننده چی تسویس چه سوید هم گشتره شنت که بلوده مثلا قانون اساسی هم نوشته که بل نوشته که مثلا قانونان رو بر اساس پروتستان و چی بوده که سوئیس قانون اساسی تو کشید که تمامی قانونان سازمان ملل برتری هستی به قانون اساسی سوئیس هستا یعنی بر اساس حقوق بشری و هر قانونی که سازمان ملل در رابطه با حقوق انسانی هستند آی پدات ای قانون سوئیس هم برتره به قانون اساسی سوئیس شنت که یعنی جامعه سکولار مرچی بازن جامعه سکولار مثلا تمام ترکیه جامعه سکولاری یعنی میگم مثلا دموکراسی هم هستن تی بخشی مثلا مسئله فدرالیسم نیست مسئله کردی هستن اپ دیگه باسی باشه دیگه چه کنی ولی بعد یک سکولاریسم هستن بوده یعنی قانون اساسی دولت و دین چه یک دیگه جدان تا جامعه هم جدان به هر مشکلات هر جامعه تو که هستن یعنی چون یک مردم که 100% رو مشکل حل بود چون بود نکن ولی برای جامعه سکولاری و مشکلات بوده کمترن هندوستان یک جامعه سکولاریه و اگرچه مثلا از لحاظ مذهبی یک حزبی هستند جنتا باراتا پارتی که مثلا سک هندویسم اساس بوده جور کردن چون مثلا ترکیه حزب اسلامی که بوده هستند که پارتی که مثلا هم بر اساس اسلام بل اهمیت حکومت دو دوره حکومتش برد هندوستان حکومتش کو بل قانون اساسی میتونه عوض کنه یک قانون اساسی بر اساس بکنه که هندوستان یک جامعه هندویه و د مسلمان احساس تعویض کنند و یه مشکل جور کنند بل مثلا هندوستان جامعه توکا از زمانی که آقای مثلا جواهرلال نهرو حکومت تشکیلات و گاندی که مثلا رهبر آزادی هندوستان جامعه سکولاری ادش کو حتی سکولاریسم یک بحری چه ایدنتیتی دولتی هند بوده اما در ترکیه مثلا بوده و ایشی انت که آزادی بیان آزادی اندیشه بیته اگه ترکیه لاتی مشکل است آزادی بیان اندیشه پس که بعد آزادی بیان اندیشه زمانی معنی پیدا کنه چون مسئله هم در دموکراسی پیدا دموکراسی هر دموکراسی هم کامل نیست بعد لاتی اصلا شما چون رای گشته بیارتا دیگه خبر منیه یه بر مشکل جور کنه پاده که بخش اقلیت جامعه تو که پاده ناسازگاری و جنگجویی رد کن بعد لیبرالیسم بیارش ترکیه به صورت به شکلی آزادی بیان آزادی اندیشه بعد ترکیه سکولاریسم بوده بیاره اگر نشون باندی کامل نمتا که ورای گردی کنه اگه یک ورگی بیتیم تمام نبیتی تو باید ورتوری بکنه شهری کنه بلا اندازه هر چیز برابر بیتیم اگه یک چیز گیش بکنه خراب راته اگه تو مثلا سکولاریسم بازگشت بکنه چون مثلا یک زمان ترکیه آتاتورک یا رضا پهلوی کوتی مشکلی جور کنه اگه بلوت مذهبی گیش بکنه چون مثلا طالبان تا افغانستان کوت چون مثلا ایران حکومت که رند خمینی هر جوری کنه شی مشکل که مثلا عراق پیسر سنی حکومت هنی شیعه حکومت شیعه پدر سنی احساس راحتی نکنه جنگ نیومده چونه که تا اقلیت به کناری چگل بده چون مثلا مالکیت عراق که درگه چه عراق قانون اساسی خوبی هن قانون اساسی سکولاری هن ولی چون حکومت تجربه انسانی و لیبرالی نه تجربه انسانی و دیدابنه که سکولاریسم آزادی بیان آزادی اندیشه برابری انسان هم بلوٹیتن گندگی که مثلا آقای مالکی کوشش کرد که شیعانی خبر دیم ابروتن تا سنیانی گا میشه گندگی که بوده مثلا سنیان به طرف افراطگری هم رو بگن اما دا مثلا تا ایران گندگی که سنیان طرف افراطگری رو بگن مثلا بلوچستان هم مثلا پیسر هم مردمان جنبش بوده پوتی حقوق واسا ولی هیچ چیزی که جنبش نگاشته ما حکومت اسلامی تا ایران آد کنه گفتن مثلا وقتی که مثلا مذهب سر مردم زور کنه و دیگه نیروی پاک جامعه درش کشیدن چه نیروان قبلی سنتی بودن احزاب سیاسی نیلیتن جامعه مدنی نیلیتن تنها چیزی که منطقه مولا شیعه مولا سنی و یه دونه بوده تیم را بگن و یه پدر مردمان واسه هم یک مشکلی جوری کنن چه مشکل گنده مثلا تا بلوچستان مثلا لاتیات هم حکومت اسلامی لوټه خب ایران باندې حکومت اسلامی شیعه لوټه حکومت اسلامی سنی لوټه تا اگه حکومت شیعه لوټه اسلامی قوت هستین اگه سنی لوټه شیعه کی ایران جامعه اکثریت ش قبول نکنه مثلا چې په ایران په بلوچ قوم په کردان په ترکمنان که گشتر جمعیتش سنیه و مثلا پر شیعش تو کام هستن دیگه مذهب تو کش هستن پیشان بهترین حکومت ایران په حل مسئله مذهبی آزادی وجدان یک حکومت سکولاریه که وده مذهب برابر بانته مذهب آزاد بیته نه تنها برابر بلکه مذهب آزاد بانته امکانی هسته بچار مرچی سکولاریسم یک دنیای تطبیق دیگه گو مرچیگین روشا
سکولاریسم مثلا این جامعه تو که کشی بود که توی جامعه مثل سوئد، جامعه مثل فرانسه که مثلا پادشاه حکومت کاتولیکان، مثلا کلیسای حکومت بود، بریتانیا که این میشه ملک گشتر انگلستان نامی زاننده ایشان تمامی یه نام مذهبی حکومت بودن، پادشاه حکومت بودن. شاید پروسس گذشته ولی آن گفت هنگام متاسفانه 300 400 سال عقب آیا امکانی هست یا نه؟ برچه امکان نیست. اما در که ما شتون ماشین زور رانندگی یاد بگیریم یه کارم تو نمیکنه. مثلا اینکه تو باید یک ماشین زور رانندگی یاد بگیره جاده باید شهر بکنه. اگه جاده شهر بنده تو ماشین نتونه بره. اگه جاده هم شهر بنده، اگه جاده خراب بنده بعد مثلا ماشو گنده چپ باز بنده تو نتونه مثلا ماشین بیاره. مدرنیسم ماشینا فکر که ماشین هر کاری مزوره. مثلا ژاپن آورده که مثلا تفکر ماشین زور دموکراسی هم زورت مرچی گنده دیم رو بگن کره جنوبی ماشینی هم یارت ماشین هم مرد کم مرچه تلفن سامسونگ دنیا معروفه ولی دموکراسی هم یارتگی به هر حال یک سری چیزند که مثلا نتونه آیم باز چی بکنه یکی بزرگ یکی ویل بکنه تو مثلا بتی مذهب هم داره مذهب کره جنوبی یک مذهب داشته ژاپن یک مذهب داشته و ملیتش هم داشته و ناسیونالیسم هم داشته و زبانش هم داشته برای زبان انگلیسی هم استفاده کنه مثلا دیگه مشکل نیست شما تو مثلا جاده یاد کنه باید ماشین یاد کنه فرهنگ زوره باید شریس را کار بکنه باید خط مشخص ماشی این مگه رو بگین آیچانه مگه یاگین ایدا تو نه بپیچه ایدا تو نتونه بپیچه دموکراسی هم تنها وقتی کار نکنه مذهب سکولاریسم تنها کوتی کار نکنه تو باید همه در جاده یک هستین یکی بروته اینه مگه یکی بیته و یا یه جای پیچه جای بیته یا جای صورت باید برز بی یا جای باید جلب بیته این درستی نه تو باید همه در مسئله اجتماعی و تیگ هم بیاره سکولاریسم دموکراسی فدرالیسم میشن به این خاطرند که جامعهانی ناسازگاریان با شهری سر مدیریت بکنن نه اینکه شی بگوشیته که خبر یکی ببیتن یعنی سکولاریسم یعنی همشین آزادی مذهبین برابری مذهبین و آزادی وجدان و آزادی بسیار اندیشه و بیتین اگر شما بنت تا جامعه تو که جامعه دیمانه رو بتین مرچی گندگی مثلا کسی که دانشگاه سوئد گوانی تا کسی که ایران دانشگاه گوانی پاکستان یا فرق کنده سوئد یک جامعه 8 میلیونیه هنوز برای مثال من دیدم که وقتی یکی آقای روحانی یا یک مشاوری هستن نامی محمود سریع القلم که به صلاح این داوود هم یاتا آقای روحانی و پیسر هم یاتا ایران یکی چه اقتصاددان مردمانه یکی مثلا گوشی که فرودگاه ژنو رواگا بوده نه فرودگاه بوده سوئیس رواگا بوده رانچ ما داوود جلسه ها بعدش مثلا دیده که کارل بیلت هم رواگی کارل بیلت وزیر امور خارجه سوئد که من میگم تا ایران بوده بعد یا آقای محمود سریع القلم دیده گو جای کاری تام داوود دیده چون رابطه برو ایران بهرام بعد دیگه ایشی مثلا وزیر امور خارجه سوئد پیسرین نخست وزیر سوئد هم بوده بی نگهبانا وقتی تانکا وقتی کیپی بود رواگه و هیچ نگهبان نیستنی وقتی دیگران سرصف وشتاتا یعنی وی آی پی بلیتی هم نیه که مثلا فرست کلاس رو بیتیم برو چه دیگه نمیگه طرف هم پولداری از طایفه هم خانزاده سوئدانه مثلا جز عادلان سوئدی هم و تا استکهلم هم بهترین جای استکهلم زندگی کنم ولی جامعه تو که برابری گندنده چون این جامعه قانون هسته این جامعه قانون سرا اده وزیر امور خارجه مسئله امنیتی هستین دولتی کمک کن که مثلا کسی مشکلی پیش میتند ولی این کارا ولی چون هم نه اینکه هر جا به اصطلاح خرج اضافی پایه بکنند جامعه خرجه بدهند برای آقای کارل بیلت بلکه جامعه شان چورته که کارل بیلت مشکل میبیته به عنوان وزیر امور خارجه یا نخست وزیرا مثلا برای نمونه ما وقت خوب تا سوئد زندگی کنیم بریم مردم رو خیابان گینی سوئد نخست وزیرم راه رو بگیم فوقی مثلا یه نگهبانی ورنی ولی تا خیابان دیگه چه ما خیابان که من رو بگم تا همه پیاده رو آیم تا پیاده رو بگیم و یا مردی مثلا که ریوشت تا مواظب و آیم راه راتن ولی تا ایران همچین اتفاق نکفید که آقای روحانی یا خامنه‌ای تا خیابان راه بروتن و مردمی راه بروتن و داتور مزنی با سرچیری بکنند این جامعه سکولاریسم دموکراسی اشان که هستند به این خاطر آیند که مشکلات جامعه مدرنیسمی که هستند تشی حل بکنند که جامعه مردم برابر ببنده از وقتی که مثلا آزادی بیان اندیشتی برابر تا دیگه جامعه برابر تو نه درآمدت گشتر بیت هیچ کسی دیما نداری تا کار بکنه وقتی که دموکراسی اقتصادی هم هستند چیزی که مثلا تا حزب مردم برنامه اولی اعلامیه هم هست دموکراسی اقتصادی یعنی آزادی اقتصاد و شیعه که بحری چه مرشی جامعه تو کن ولی به معنی نه که مثلا تا چون از اقتصادی بهتره
دیگه جامعه تو که تر حقوق اجتماعی دیگه گشتری ببیته بلکه تو خوب بتونه بهترین چیزی بذاره مثلا یکی نتون فرست کلاس سفر بکنه تا هواپیما یا مثلا ساکی مهم مردم دابا ما وی آی پی دابا براته ولی هر دو تا هواپیما سوار برام یکی هواپیما کسی دیگه ما نداریده اذا مثلا بابات اشکت بازی چه من سوئد سنگتام مثلا که سکناته مثلا طرف تمام یکی هواپیما که سوئد شام نشدم بودم هواپیما برای ممکنه مثلا فرست کلاس نشته است سکند کلاس ولی گندیتی چون تمام یکی راه مردم راته هیچ کسی مثلا توجه نکنه توی مشکلاتی جامعه تو که حل کنه بودن ولی جامعه مشم جامعه تو که شام حل کنه بانتن مش جامعه تو که بعدی که مثلا مردم دولت به عنوان کسی مگیندند که لوتی ظلم بکنه بلکه دولت یه شکل بگندند که دولت فقط امنیت برقرار کنه دولت فقط منتخب مردمان برای یک حکومتی موقتی قاید یک بوده یک حاکمیت موقتی قاید یک طرف مردم و مدیریت یک مسئله نه که یک حکومتی بیته چون ایران یا پاکستان یا که مردم فکر بکنن شید فقط ارتش و پلیس و اطلاعات و سپاه پاسداران و فقط لوتی که مردم پزور آن سر بکوشانی پزور آن تغییر میکنن که یک چیز خوبه یک چیز خرابه ایران مثلا هر کسی هر روز چه خبر کننده بشین که آقای خامنه‌ای بالاترینه یا مثلا تا آدگی جامعه مثلا آدگی بالاترینه به عنوان پادشاه بالاترینه این چیزا مثلا من دور بکن پس که ایشان انسان برابری باید تو فکر میکنه انسان تمام باید برابر خارجشی که مذهبش چیه رنگش چیه زبانش چیه ولی که یک جامعه زندگی کننده بتونه برابری سر زندگی کننده سکولاریسم دموکراسی فدرالیسم این تمام اینا یک بخشانی تا یه مسائل اجتماعی جامعه اند که یاد کردند که به اصطلاح ناسازگاریان که جامعه هستند ایشان په یک شکل مسالمت آمیزی یعنی بی جنگ و جیریا ایشان مدیریت بکنن نه که شما به اصطلاح اجازه بدین که جنگ بید اگه شما تونش سر مدیریت بکنه پاکستان ما شو زندگی تو نام نه پاکستان ما شما زندگی تا یک زمانی که امنی بوده است شهر بوده انو یک نام نشته ورکاند عراق مثلا تو نام بوده اگه نتونه تو پزورم جامعه بداره مثلا شاه خوب لورتی حکومت دیکتاتوری آخر انقلابی بود مصر چیکاری بود ایران بعد انگار یاد که شب سر کالج داد که مثلا آی باز ظلم کنه آی مثلا مردمانی حق ورگی اشان یاد که بعد همه کارا کنه بعد جامعه سکونی نیستن جامعه بعد ناراحتن ثبات یک لازمه جامعه نیستن تا سکون و راحتی مردمان دیما نیاد که همین خاطر یه چیز هر جامعه واسطه کنه باشه که نمیتونه تا مثلا نگم گوشه من مدرنیسم لوتون تلفن لوتون اینترنت لوتون فیسبوک لوتون ولی دموکراسی نلوتون ایرانی که نلوتین فیسبوک لیتین توییتر فقط آقای روحانی هستن خامنه‌ای هستن ظریف هستن ولی دیگه مردم تو بعدی که کشور رئیس جمهوره لوته اصلی تی خبر گوکه باید بیته وقت مردم بی وقت توییتر ها وقت مردم اجازه نده توییتر بیته آقای روحانی روتین رادیو تلویزیون ها نیلانتی خبر بکن به اصطلاح آدابی کای لوتیته وقتی چیا تعیین بکن به خبرنگار کی یا جوز پرس بکنته نیم 90 دقیقه شما بوده معطل به توییتر دیم ده توییتر پکای دیم ده ولی تو مردم اجازه نده توییتر بگن نه ایشون جامعه درو ایشون که مثلا لا چیز من خوبم بل پتو خرابم این در که چیز گرانی نه توییتر هر کس تلفن توییتر تو بیته هر کس که اینترنت هستن کامپیوتر هستن تو فیسبوک بیته ولی فیسبوک یا آقای روحانی و ظریف و خامنه‌ای هست مردمانی برای چی که بهشم مردم بلوچ مردم آگاهیش گشتر بیته خاص ما ایران تو کا شما حزب مردم بلوچستان چه برنامه‌ای هست پیش یه بابتا مثلا حزب مردم بلوچستان که چه عذابیند که ابتدا مثلا فدرالیسم مطرح کتشی واسطه باز موفق عمل کتاگ و توضیح دیگه واسطه آدم که من لازمه چون جامعه تو کار احمد اون دیکتاتوری نیلی دیگه یک چه مشکل جامعه بلوچستان همشین که عذاب سیاسی نیستین حزب مردم هدف همش که جامعه بلوچستان یک حزب رسمی بیتین یک حزبی بیتین که بلوچ مردم تو کار بکنه دفتری بیا ما که مثلا جامعه دیگه دا مثلا سوسیال دموکرات کار کنن حزب مدرات هستن حزب مردم سوئد هستن کار کنن حزب کریستین دموکرات هستن بلوچستان مختلفی احزاب بانته شما بوده کار بکنن مسلمانات بلوچستان مختلفی احزاب مذهبی بانته بل خب بر اساس دموکراسی باید بانته اگر نه خب جامعه پد مشکلات بیتن که افراطیگری بیتن که ایران مروت هست همین حکومت افراطی اشنت که شی مشکل حل نکنتن هدف ما همشید ما مثلا سکولاریسم مثلا همین مسئله سکولاریسم مثلا 2004 مثلا چه مقاله نوشته گفت باز مردم اکسانات پیش داشته داخل کشور هم لاتی مثلا ایراد گفت لاتی حمایت کرد و یه بحث چیز میته ورنگان یه بحثی که من تکنگین اش یک بحثیه که مثلا
ما همین 6-7 ماه پیش هم مثلا همین سال 2003 پده بحث راست کرد که مسئله سیکولاریسم بلوچ جامعه یک جامعه سیکولارین و جامعه بلوچ میشه جامعه سیکولاری تا که بخش تاریخی یعنی مشوده گپ جنگ اینو دیگه موضوع دیگه وادیلنی ایشه مثلا بحثانی بوده که وشانی که من مثلا مطرحش کنگین که جامعه زمانی تو شهر بیتین پتی درستی مردمان پا یک جامعه بچاریتن پا یک حساب آیان برابر بگیندیتن کاشند که تو جامعه شهروانده تو برابره خارج اشیک تی رنگ چین تی مذهب چین تا ای کلاس تو چون کلاس وانته تا کجام طبقه مردمه تی زر چین چکن تا دکترایه یا نه تا سیکلیه نه تو تمامی انسانان تا قانون برابرن یعنی چونه بیتن که من مثلا رابطه 4 کلاس وانته چه دیگری بالاتر بگم دیگر مثلا 4 دانه زمین هستن دگار یا پول هست چه تو قانون بالاتر بیتن بلکه از لحاظ شخصی وقتی ممکنه که مثلا رابطه پزشکی وانته دکتری بوده خب وقتی کارا تو انجام بداته برای معنی نداته که چه مریض گندیتی از قانون اساسی بالاتره هنو ایران میدامه که از قانون اساسی من بلوچ یک سنی و تک شیعه یا کمتر گنده بود یعنی ایشی مبیتیم بلوچستان تو که مثلا ما یا آگاهیان لوتیم بیان جامعه تو که جامعه تو که برابری تنها برابری یک چیزی نیست که طبقیان تو که مثلا سازگاری بیتیم برابری از لحاظ فکری و اندیشی هم هستن سیکولاریسم هستن برابری از لحاظ زبانی هم هستن ملی هستن که فدرالیسم مثلا حاکمیت بلا حاکمیت مردم میگه مردم که مردم تو شیعه بی سنی بی مجموعه جنین مردین شما بیتین مثلا جامعه تو که ایران مثلا جنینا نصف مردین حساب کنند خب چطوری جامعه برابری تصور که مثلا بگوشه که ما را قانونی ما درگیته بر اساس تفکر و یا مثلا تشخیص مذهبی ما تفسیر مذهبی من جنین مثلا کمترش مردینه بعد یک موقع حاکمیت مردم خب جنین مردم هم دیگه از یک جنینی حق برابر با یک مردینی برابری حقوقیش هستین برابری جنسیتیش هستین و از قانونی نباشن تو که هیچ گونه تبعیضی ببینید سکولاریسم ده هم کیتی دموکراسی ده هم کیتی فدرالیسم ده هم کیتی این تمام گونه یعنی برابری این سازگار کنه گشیند که مثلا چما بیتند که انو مثلا میگوشه ارسا جنین کمترین مردین گشتن یا مثلا از لحاظ چی بگوشه شی که جنین بروت مثلا بگوشیتن که من یک جای چیز دیده شاهدم تا ایده با 2 جنین بیاره اگه مردین ببینید مردین یک شهادتی که بس یعنی چطوره که مردین 4 چم هستن جنینا تنها کدو چم هستی ایده اینی بعد جنین مردین برابری مثلا شاید چیزانی که مثلا حزب مردم شون سر تاکید کرده و این چیزانی مزانه جامعه تو که بازی مخالفن شانی بر اساس تفکرات پدرسالارانه که جامعه هستن ولات تفسیرانی کنه چه اسلام هستن خب مثلا نشان توجیه کنند برای لات که بشی فرهنگ بلوچی یکی بشی که نظام اسلامی ولی هر دو نه شان فقط شانی خواستان شخصی ان شان تفسیر چه اسلام ان شانی تفسیر چه مثلا فرهنگ بلوچی ان در حالی که یکی دیگه تام اسلام هم که تین نه جنین مردی با هم دیگه برابرن یکی دیگه که تا فرهنگ بلوچی منم بلوچی مشت فرهنگ بلوچی جنین مردی با هم دیگه میشه برابر بوده یک بخشی تو جامعه بلوچستان ممکنه بوده که جنین سر ظلمش کنه ولی بخشی ما نلوتن نگاه نگویی ما بره نگاه اگه جنین کار مکانته تدرا جامعه قب کپیته مثلا سوئد 8 میلیون 9 میلیون جنین مردی با هم دیگه کار کنند بل جامعه دیگه که مثلا جنین مردی کار نکنند فساد جور بیته مثلا اینکه فسادی که مثلا انوان تا کشوران اسلامی هستن کشوران مثل عربستان سعودی کشوران مثل مثلا ایران افغانستان پاکستان از لحاظ فساد رشوه‌خواری بالاترینن درآمد مودین کشوران اسلامی هستند ولی وقتی که مثلا جنین تا بازار بیاید جنین تاثیر مثبت لیت تا چیزا آماده قانونمندی سکولاریسم فدرالیسم شان اینش که تمامی این چیزا باید مردم تو جامعه گم برابری سره بگین دیتین یک روشی هر بک از لحاظ قانونی که انسانان برابر بنته احساس برابری بکنند احساس ضعف مکنند مثلا نا چیزی که توانمندی جنین هست خب مردین نیست لا توانمندی مردین هست جنین نیست ولی دو یکدیگر کامل کنند چون که یک ناتوانی بر ضد استفاده بنته یک توانمندی به نفع فقط استفاده واجه بلدی می بحث کمه هنو ما شما بحث سکولاریسم هیله پدیمیس برا بل هنچوک شما باید هم سرپد بودتگید مزنی کبری در کبت بلوچستان پاکستان تو که هم گوشک بوده بازی همی بلوچان که بیگوه بودتگن آن لاش مدایم این بابت شما حزبا و شما بیتی نظر چی ہوجه سر یه پیشداری تند که پاکستان آواده که مشما گوشت چیزی که برابری انسانی نیستند و بی قانونی کهتند و دیگه جامعه تو که انسان برابر بنتند اگه قانونی هستند برابری بیت اجرا و بیت مردم پا دو چند ماه پا دیگه دا بیچاره بنتند همش مشما گنده نتیجه چی بیتند ایران تا مرزا یک جنگی بود 16 بلوچ یک جا اعدام کرد من چون گفت اعدام کردن لاتی سیاسی مرد بتن لاتی هم ممکن دیگه جرمان دستگیر بیتن ولی همه حسابش بلوچی کشتن
پاکستان هم همه کارا کنه. مثلا ننگان اندرو بلوچان جوان اندرو اشان یک بلوچستان آزادی لوٹاتے ہیں بلوچستان آجوری لوٹاتے ہیں چه لوگا کشید بارد کشید و چگل اجدا بیشک محاکمش کنش جور میشین پرچی شما را گریتن یعنی پیش دارید که بلوچستان محلو کا همه که بلوچ محلو کا احساس کردن بلوچ ایران قانون اعتماد نی همه وقتی شریعت وقتی مولای گراته یا وقتی آدم بانفوذ گراته پدا اعتمادی نیست پاکستان همی داوه شان پیش دارند که بلوچستان مردمان منی ملکا یه داوه که شان اداره یه داوه که شان مدیریت خامنه مدیریت اونو پاکستان ارتش آقای نواز شریفی گو زرداری مدیریت بوده گو مشرفه بلوچ تا یک قانون جانی استیم همین خاطر که بلوچ مبارزه کنه و یک مزنی افسوسناکین چیزی که مرچی دنیا تو که جوانان روان درس وانند جوانان مروچ روان فیسبوک و توییتر و دیگه ویندوز اد کنن دیگه کار کنن می جوانان پاکستان و ایران حکومت گران زندان کنن و کشن اشی انت که ما بلوچ باید بلوچ مشکل چه میگید بلوچ هم هستند بلوچ سیاسی مردم ها بلوچ اجتماعی مردم ها پاکستان بلوچ باید بلوچ لیدرشپ باید یک جا بیته یک پاجیگین رهبری جور بکند به بلوچستان حقوق گرگا ایران هم همه داوی ماده که مگوش مثلا شین که ما باید کوشش بکنیم که وتا مخالف یک دیگه میگین تمام مولوی با یا گندنگ آبادی کنسر ستم بگین مذهبی آچی کاشنگ تا بعد بزانن جنین سر اگه ستم جنسی بی آچی کاشیته آباد بزانن که اگر مثلا یک زبان قبول کنه و بیتن چون ایران مثلا زبان این مطرح بوده آیا قبول نکنه گانته که مثلا زبان ماتی وانی نگی بیته دیگه بلوچی کاشنگ یعنی ما درستی یک دیگه را ظلما پس سر و چم و گوش و تی گندنگ احساس کنه باید انتشار درک بکنیم که ما بلوچ باید په یک جایی دیما برین نه یه حساب بکنیم که ما مثلا یه مثلا تچگی که هر کسی ترونتر تچی آی بارتی نه شی تچگی که مادرو باید وریگا بتچی یکی ممکن ترونتر تچی یکی ممکن لامتر بل مادرو وریگا بتچی که آوتی حالا آوتی هدفا آوتی مقصد برسی شما پارتی ای بابت اگو اینترنشنال ارگانیزیشنانی که هستن گپ کوتا ای بابت که مسکرابی در کفته مدنی قبرستان بلوچی ما یه بابت گپ کوتا مسئله مسکرا و گپ کوتا و این چون مردم بلوچستان پاکستان گارباگی چی سر ما گپ جتا و تا سازمانان کشوران بگیر تا مجلسان تا وزارت امور خارجه تا به اصطلاح چین جهانی که نوبل پیس پرایز دادن که مثلا شما پرچی چیزا مثلا توجه نکنه بلوچستان تو که باز مردم هستن پس صلح په آرامی جنگ کنن تمامش متوجه نکنه و دیگه جاگا هستن ما تمام این کارامت که کوشش کنیم بله زانت ما بلوچ بالا تا حاجت کمی ما باید گشتر کار بکنه خارج کشور و یکی چه حزب مردم موفقیت همی بوده از مردم بلوچستان اولی حزبی بوده که خارج کشور سیستماتیک کاری بوده یه دیگه حزبان رند داده بلوچستان پاکستان ایگان که با سازمان یافته بودن چه بلوچ حزب مردم بلوچستان مسترین حزبان جامعه تو که حضورش گشترین چه ما حزب ما ایران اصلا اجدابین حضور یا نه لگی حکومت ظاهری سرا آیا مثلا ظاهر سرا حکومت چی هستن ولی حزب مردم یه کارانی کتگن مثلا جامعه جهانی رابطه بگیرید یه چیزی که حزب مردم مثلا چیزی باشن پیشگامی حزبی بوده و یه کاری پیش داشت که بلوچ هم تو مسائل مطرح بکن پیسر بلوچ مسئله بین‌المللی مطرح نبوده ما پیسر حزب مردم سیاست همی بوده که ایران بلوچ سر ظلم بیتن پاکستان بلوچ سر ظلم بیتن پاکستان بلوچ هم خوب بودی مبارزه کنگن داخل هموشنی سرا ولی می بلوچستان تو که ما رو حکومت میلیته ما باید بلوچ یک خواست کامل بکنیم آیشند که دنیا ای خبر بهش کن و یه چیزی که از مردم کوته پیسر بلوچ مثلا سازمان ملل نیاد کن بلوچ مثلا سازمان ملل نیاد کن و شی باید بگه شد که ایشی اول رندا در به ایران بلوچستان بلوچ مثلا مطرحی از مردم کوته و طریق هم سوئد لاتینیستان انجام داده که تا اتحادیه اروپایی مثلا مطرح بوده تا سازمان ملل تا نیویورک مطرح بوده بگه شیک جنوا ما رابطه یاتی یه هر دو عملا که نام بلوچه تا شی که بس کرده ترک نامور بوده دیگه ملت نام ور نبوده رند مثلا عربی یاد که ولی بلوچ نام سیمی بوده به خاطر به دلیل فعالیتان رابطانی که حزب مردم و طلعتی سازمانان سوئدی و اروپایی بوده باز منتظر واجه برایده شما و وحده ما را امیده که آوکین روچه هم دیگه برنامه ما شما یاد